اسحاق نیوتن. طبیعت و قوانینش در دل شب نهفته بود. خداوند نیوتن را آفرید و همه بدل به روشنی شد. الکساندر پاپ. اسحاق نیوتن بزرگترین و مؤثرترین دانشمندی که تا به حال زیسته است، در کریسمس سال 1642 میلادی در وولستورپ انگلستان، در همان سالی که گالیله از دنیا رفت، به دنیا آمد. همانند محمد صلوات الله، او نیز بعد از مرگ پدرش متولد شد. به عنوان یک کودک توانایی‌های مکانیکی قابل توجهی از خود نشان می‌داد و نیز دستان بسیار توانمندی داشت. اگرچه کودک باهوشی بود، اما در مدرسه سر به هوا و بی‌دقت بود و توجه چندانی جلب نمی‌کرد. هنگامی که یک نوجوان بود، مادرش به امید اینکه شاید روزی کشاورز موفقی شود، او را از مدرسه بیرون آورد. خوشبختانه مادرش باور داشت که استعدادهای فطری او در جای دیگری نهفته شدند و در 18 سالگی نیوتن وارد دانشگاه کمبریج شد. او در آنجا به سرعت هر آنچه از علوم و ریاضیات شناخته شده بود را فرا گرفت و خیلی زود تحقیقات مستقل خود را آغاز کرد. در طول 21 تا 27 سالگی او اساسهایی را برای نظریه‌های علمی ارائه داد که نتیجتاً دنیا را متحول کردند. اواسط قرن 17 دوره برانگیختگی علمی بود. اختراع تلسکوپ در اوایل قرن مطالعات نجوم را کاملا متحول کرده بود. فیلسوف انگلیسی فرانسیس بیکن و فیلسوف فرانسوی رنه دکارت دو دانشمند اروپایی بودند که اصرار به خاتمه اتکا بر قوانین و قدرت ارسطو داشتند و می‌خواستند به تجربیات و مشاهدات خود تکیه کنند. چیزی که بیکن و دکارت در موردش صحبت می‌کردند، چیزی بود که گالیله بزرگ به آن عمل کرده بود. مشاهدات نجومی او با استفاده از تلسکوپی که به تازگی اختراع شده بود، علم نجوم را متحول کرد و آزمایشات مکانیکی او چیزی را که امروز به نام قانون اول نیوتن می‌شناسیم را بنیان گذارد. دیگر دانشمندان برجسته نیز مانند ویلیام هاروی، کسی که گردش خون را کشف کرد، و یوهان کپلر، کسی که با کشف قوانینی حرکت سیارات به دور خورشید را شرح داد، اطلاعات علمی جدیدی را به انجمن علمی می آوردند. هنوز علم ناب و خالص بازیچه‌ای از تفکر بود و مدرکی موجود نبود که چه موقع در تکنولوژی به کار بسته می شود. همانطور که فرانسیس بیکن پیش بینی کرده بود، علم می توانست تمامی وجوه زندگی بشر را متحول کند. اگرچه کوپرنیک و گالیله برخی از تصورات غلط علم باستان را نادیده گرفتند و کمک به شناخت بهتری از دنیا کردند، اما هیچ قانون و اساسی تنظیم نکردند که بتواند این مجموعه حقایق به ظاهر نامربوط را به یک تئوری واحد که بتواند پیش‌بینی‌های علمی انجام دهد تبدیل کند. این اسحاق نیوتن بود که این تئوری واحد را عرضه کرد و علم مدرنی را تنظیم کرد که از آن به بعد از آنها پیروی شد. نیوتن همیشه نسبت به چاپ نتایجش بیمیل بود. به همین خاطر اگرچه او ایده‌های بنیادی را در پس بیشتر کارهای خود تا سال 1669 تنظیم کرده بود، اما بسیاری از تئوری‌هایش تا مدت‌ها بعد عمومی نشد. اولین کشف او که باید چاپ می‌شد، کار پیشگامانه او در زمینه ماهیت نور بود. طی یک سری از آزمایش‌های دقیق، نیوتن موفق به این کشف شد که نور سفید معمولی آمیزه‌ای از تمام رنگ‌های رنگین کمان است. او همچنین آنالیزهای دقیقی از دستاوردهای قوانین شکست و بازتاب نور به دست آورد. با استفاده از این قوانین، او در سال 1668 اولین تلسکوپ بازتابی را طراحی کرد و ساخت. گونه‌ای از تلسکوپ که امروزه در اکثر مشاهدات نجومی از آن استفاده می‌شود. این کشفیات به همراه نتایج بسیاری از آزمایش‌های دیگر نور که او انجام داده بود، هنگامی که نیوتن 29 ساله بود، قبل از جامعه سلطنتی بریتانیا ارائه شد. دستاوردهای نیوتن تنها در زمینه نور می‌تواند احتمالاً او را در بخشی از این لیست قرار دهد. اگرچه که آنها کم اهمیت تر از دستاوردهای او در زمینه مکانیک و ریاضی محض هستند. بخش اعظم کار او در ریاضیات اختراع حساب دیفرانسیل و انتگرال بود که احتمالاً این مبحث را در سن 23 یا 4 سالگیش ارائه کرده است. این اختراع مهمترین دستاورد ریاضی نوین دانه‌ای نیست که در بستر ریاضیات نوین رشد پیدا کرده باشد، بلکه این اختراع ابزار ضروری است که بدون آن محاسبه‌های علم جدید و مدرن محال و ناممکن خواهد بود. آیا او کار دیگری انجام نداده؟ اختراع حساب دیفرانسیل و انتگرال به تنهایی می‌تواند او را به جایگاه بالاتری در این لیست ببرد. مهمترین کشفیات نیوتن در زمینه مکانیک بوده است.
دانشی که چگونگی حرکت اجسام را تشریح می‌کند. گالیله اولین قانون حرکت را کشف کرده بود که حرکت اجسام را در حالتی که تحت هیچ نیروی خارجی نبودند شرح می‌داد. در عمل البته تمام اجسام تحت نیروهای خارجی هستند و مهمترین سوال در مکانیک این است که چگونه اجسام تحت چنین شرایطی حرکت می‌کنند. این مشکل با قانون معروف دوم حرکت توسط نیوتن حل گردید. این قانون بنیادی ترین قانون فیزیک کلاسیک به حساب می آید. قانون دوم بیان می کند که شتاب یک جسم برابر است با نیروی خالصی که توسط جرم جسم بر آن تقسیم شده است. نیوتن به آن دو قانون معروف قانون مشهور سوم حرکتش را نیز اضافه کرد. به این بیان که برای هر عملی عکس‌العملی برابر و در جهت مخالف وجود دارد و همینطور مشهورترین قانون علمی او قانون جاذبه عمومی. مجموع این 4 قانون با قرین شدنشان سیستم واحد و یک نواختی را تشکیل می‌دهند که تقریباً بیان کننده تمامی سیستم‌های مکانیکی ماکروسکوپی از حرکت آونگ تا حرکت سیارات و گردششان به دور خورشید و همینطور رفتار پیش بینی شدهشان است. نیوتن تنها این قوانین را بیان نکرد، بلکه با استفاده از ابزارهای ریاضی نشان داد چگونه این قوانین بنیادی می‌توانند در مشکلات واقعی به کار بسته شوند. قوانین نیوتن بر گستره وسیعی از مشکلات علمی و مهندسی به کار بسته شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در طول حیات وی مهمترین کاربرد قوانین او در رشته نجوم به کار بسته شده بود. در این حیطه نیز نیوتن هادی راه بود. در سال 1687 کار بی‌نظیرش را با عنوان قوانین ریاضی فلسفه طبیعی که در آن قانون جاذبه و قوانین حرکت نیوتن ارائه می‌شد چاپ کرد. او نشان داد چگونه این قوانین می‌توانند در مورد پیشبینی دقیق حرکت سیارات به دور خورشید استفاده شوند. مشکل بنیادی نجوم دینامیکی، مشکل پیشبینی دقیق جایگاه و حرکت ستارگان و سیارات در یک حرکت شگفت‌انگیز به دست نیوتن کاملاً حل شد. به این دلیل نیوتن به عنوان بزرگترین منجمان مطرح می شود. ارزیابی ما از اهمیت علمی نیوتن چیست؟ اگر نگاهی به فهرست یک دانشنامه علمی انداخته شود، از کشفیات و قوانین نیوتن منابع بیشتری، شاید 2 یا 3 برابر، شاید هم بیشتر، نسبت به هر دانشمند دیگری پیدا خواهد شد. به علاوه شایان ذکر است که دیگر دانشمندان بزرگ در مورد او چه گفتند. لایبنیتس که از دوستان نیوتن نبود و با او در یک مشاجره تلخ شرکت داشت، نوشته است: با در نظر گرفتن تاریخ ریاضیات از ابتدای جهان تا زمان نیوتن، کارهای او بهترین قسمت ریاضیات است. دانشمند بزرگ فرانسوی لاپلاس گفته کتاب اصول سرآمد است بر هر محصول دیگری از نبوغ بشری. لاگرانژ بیان کرد که نیوتن نابغه ترین فردی بود که تا به حال زیسته. ارنست ماخ در سال 1901 گفت هر آنچه در ریاضیات بعد از او صورت گرفته یک پیشرفت استقرایی، رسمی و ریاضیگونه از مکانیک بر پایه قوانین نیوتن بوده است. این شاید معمای دستاورد کم نظیر نیوتن است. او علم را مخلوطی از حقایق و قوانین مجزا یافت که قادر به توصیف برخی پدیده ها بود، در حالی که تنها اندکی از آنها را پیش بینی می کرد. او برای ما یک سیستم یک دست از قوانین که قادر به کارگیری گستره وسیعی از پدیده‌های فیزیکی و پیشبینی‌های دقیق بود به جا گذاشت. در یک خلاصه مانند این ممکن نیست که به تمام کشفیات نیوتن به طور دقیق اشاره کرد. بنابراین بسیاری از کشفیات کوچکتر حذف شدند، اگرچه که آنها نیز در زمینه خود دستاوردهای مهمی بودند. نیوتن سهم بسزایی در ترمودینامیک، علم مطالعه حرارت و آکوستیک، علم مطالعه صوت نیز داشته است. او قوانین بسیار مهم فیزیکی را در زمینه بقای مومنتوم و بقای مومنتوم زاویه‌ای اعلام کرد. قضایای 2 جمله‌ای در ریاضیات را کشف کرد و اولین شرح متقاعد کننده در اصل پیدایش ستارگان را ارائه داد. حال ممکن است بپذیرید که نیوتن تا حد بسیار زیادی بزرگترین و مؤثرترین دانشمندی بوده که تا به حال زیسته، اما هنوز از خود میپرسید چرا جایگاه او باید بالاتر از سیاسیونی چون اسکندر کبیر یا جورج واشنگتن و همینطور بالاتر از چهره‌های مذهبی سرشناسی چون عیسی مسیح یا بودا قرار گیرد. دیدگاه من این است که اگرچه تغییرات سیاسی حائز اهمیت هستند، اما این منصفانه است که بگوییم بسیاری از مردم دنیا
500 سال بعد از مرگ اسکندر کبیر همان گونه میزیستند که نیاکانشان در 5 قرن پیش از آنها میزیستند. به طور مشابه در بیشتر فعالیت‌های روزمرهشان بیشتر انواع بشر در سال 1500 میلادی به گونه‌ای مشابه زندگی می‌کردند که بشر در 1500 سال قبل از میلاد زندگی می‌کرد. در 5 قرن اخیر با توسعه علم نوین زندگی روزمره بیشتر انسان‌ها به طور کامل متحول شده است. به گونه‌ای متفاوت لباس می‌پوشیم، غذاهای متفاوت می‌خوریم، بر سر کارهای متفاوتی هستیم و اوقات فراغتمان را به طور بسیار متفاوت‌تری نسبت به مردمانی که در سال 1500 میلادی زندگی می‌کردند می‌گذرانیم. کشفیات علمی نه تنها تکنولوژی و اقتصاد را دگرگون کرده، بلکه سیاست، تفکرات دینی، هنر و فلسفه را نیز کاملاً تغییر داده است. اندک جنبه‌هایی از فعالیت‌های بشری با این تحولات علمی دست نخورده باقی مانده است و بدین دلیل است که دانشمندان و مخترعین زیادی در این لیست گنجانده می‌شوند. نیوتن تنها سرآمدی عالی بر همه دانشمندان نبود، بلکه او مؤثرترین چهره در پیشرفت تئوری‌های علمی بود. پس سزاوار جایگاهی در صدر یا نزدیکی آن در هر لیستی از اشخاص مؤثر دنیا خواهد بود. نیوتن در سال 1727 میلادی چشم از جهان فرو بست و در کلیسای وست مینستر به خاک سپرده شد. او اولین دانشمندی بود که به این افتخار دست یافت.